افغانی از مرزهای ورودی شرقی کشورمون داشتیم که با همکاری این دو وزارتخانه قرنطینه‌هایی رو در دو طرف مرز ایجاد شد و شروع کردیم به غربالگری و قطعاً افرادی که حالا چه از پاکستان به طرف ایران می اومدن که اغلب ایرانی بودن و چه پاکستانی ها و افغانی هایی که از ایران زیارت کرده بودند و چه بسا بسیاری از این زائرین از مناطق آلوده کشور هم بازدید داشتند، در اون مرزها مورد غربالگری قرار می گرفتند. موارد مشکوک و موارد مثبت در قرنطینه ها بستری می شدن و سایر موارد به کشور خودشون باز می گشتن. منتها وقتی که وارد پاکستان و افغانستان هم می شدن، در اونجا یه غربالگری انجام می شد و به هر حال با گرفتن آدرس و شماره موبایل و بقیه مشخصات این افراد تا 14 روز مورد پیگیری توسط پاکستان و افغانستان قرار می گرفتن و ما در وزارت بهداشت به طور مرتب و منظم با وزارتخانه‌های پاکستان و افغانستان در تماس بودیم که به هر حال مشکلی ایجاد نشه. جا داره در همینجا تشکر بکنم از دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان که این امکانات رو برقرار کرد. مطلب دومی که راجع به مسائل مربوط به روابط بین الملل لازم ذکر بکنم این هستش که وزارت بهداشت، دفتر روابط بین الملل وزارت بهداشت همکاری‌های بسیار نزدیکی داشت با وزارت خارجه و به ویژه سفارتخانه‌های مستقر در تهران. خب به هر حال اتباع خارجی که در سفارتخانه‌ها بودن، خانواده‌هاشون دلنگران بودن، وضعیت رو می‌خواستن بدونن. ما تا حالا 3 جلسه داشتیم با سفارتخانه‌ها و اعضای محترم سفارتخانه‌های سایر کشورها در جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و اونها رو توجیه کردیم راجع به برنامه‌هایی که در